خب یواش یواش ما داریم میرسیم به مرکزی که میشه صدها هزاران ایده توش کشف کرد. تو یه جا خوندم در آمازون 250 میلیون محصول به فروش میده. یعنی چی؟ یعنی 250 میلیون ایده در دنیا وجود داره و یه سری ایده ها که شاید هنوز کشف نشده. ایده ها مختلفن. بعضی ایده ها رو میشه با سرمایه کم، بعضی بدون سرمایه، بعضی ها خدمتتون با یکم سرمایه های بیشتر. اینا خب متفاوته. ولی اگر من این فیلم ادامهش میرم، اگر خواستین ادامهش ببینین بیاین تو یوتیوب، چون من واقعا بیشتر از یه دقیقه و نیم نمیتونم توی اینستاگرام بذارم. بلد نیستم، من خیلی کارهای اینستاگرام واقعا بلد نیستم. یعنی که لایک کنم، نمیدونم سابسکرایب که کارم بلد نیستم. خواستین بکنین، خواستین نبود در اختیار خودتون. بله ما داریم میرسیم به مرکز ایده. ولی چیزایی من به شما میگم که خیلی کمک میکنه بهتون برای خلق یک کار. بذار دوربین. بله اینا همش ایده است. این تولید ایده است، تولید ایده است، تولید در ایده است، تولید شیشه ایده است، پر کردنش ایده است. اینا هم همینطور تولید ایده. اینا خب یه کارایی که هم سرمایه بره. این برام همینطور. اینا همش ایده است. ولی حالا میخوام برم تو یه جای اینا همه تولید، هم کلینکس دستمال کنه، همه اینا ایده است. شم نمیدونم بخوای بری ایده کشف کنی، اگه میخوای تولید کنی که من پیشنهاد نمیکنم ولی تولید. ولی اگه دوست داری مثلا شما همه اینو نگاه کنی، اصلا قیافش میبینی میگی واو این با چه کارخونه تولید شده. اینا رو میخرن، یه سطلی هم میذارن پرش میکنن، درش هم میخرن و این هم میچسبه میشه به خوشگلی میارن میذارن اینجا. یعنی این اعضا ایده است که با 10 میلیون تومان میشه راش بیاندازی. ایده سرمایه درگردش خیلی مهمه تو ایده. بازار هدف خیلی مهمه تو ایده. یه دفعه شما برای فروشگاه تهران، خب نمیدونم همش همینطوره. مثلا کرم اینجا هست، مثلا دستگاهی که اینا رو پر میکنه خب صنعتیش خیلی گرونه، ولی خونگی و دستش هم هست خیلی. تولید صابون یه ایده است. همه اینا ایده است دیگه. میدونی مثلا این تولید پوشک بچه از اون کاری که خیلی سرمایه میخواد، حداقل برای 15-20 میلیارد سرمایه میخواد. ببین مثلا پارچه گرفته، بسته‌بندی بریده، بسته‌بندی کرده، حوله کرده، دستمال. خیلی از این کارا دارن میکنن الان تو ایران. این همه ایده است دیگه. ایده چیه؟ شاخ داره، دم داره، ما خبر نداریم. یا اینا که دیگه همه ایده است. این که دیگه هیچی. تو خونه رو میشه همه این کارا رو کرد. این نونا مثلا ایده. وقتی که شما ایده رو کشف میکنید، خود اون پروپوزالی که تهیه میکنید خیلی مهمه. اینا همه ایده است. مثلا کسی ندونه اینا تولید چجوری تولید میشه، میگه واو ببین چه کارخونه هست. کارخونه‌ای باشه این هموناست که تو خونه رو میتونی شما تولید کنی. مثلا این ببین چقدر خوشگله. هر کس فکر بکنه دستگاه $600 که اینا رو پر میکنه، اینا رو میخرن. حالا ترشک پرشک هر چی که هست، نمیدونم مال بچه‌هاست، اینا توش پر میکنه که خب باید تابع یه قوانین، یه مقرراتی هم اینا رو پر کنی. حالا اینایی که من میگم فردا حواستون باشه اینا هر کدوم یه موقع. من شنیدم جدیداً صنایع خانگی خیلی راحت گرفتن. بله اینا همه ایده. مثلا کره بادوم زمینی، چیه کره بادومی؟ مربا. اینا همه ایده است. من هم ایده چیه دیگه. شما وقتی که چشت باز نیست، اطرافت نمیبینی، ایده هم حالا من کتاب بیارم به تو بدم 500 تا ایده هم توش باشه، باز نمیبینی برادر من. اینی که سعی کنین با چشم باز. حالا باز بریم اونور قضیه، اونور میدان. من پیشنهادم به شما اینه تو هر رشته‌ای میخواین کار کنین، اول برین روی فروشش مطالعه کنین. وقتی که شما بخواین برین فروش کنین، ببین اینا همه صنایع بسته‌بندی فریز شده است. خیلی هم دارن میکنن که مثلا همین این از فکر میکنن با چه دستگاه عجیبه. و یه دستگاه برو اینو سرچ کن تو اینترنت. حالا اسم بسته‌بندیش یادم رفت. ببینید با $500 دستگاهش یه سطلی بالاست، مواد میریزن پایین، اینا رو میذارن یه توکن میذارن پرش میکنن.
درش اینا آماده میخرن، بعد پر میکنن. همه اینا ایده است دیگه، ایده شاخ و دم ندارین که برین یه سوپرمارکت صبح تا شب، حالا برین نه سوپرمارکت نه، برین یه فروشگاه ابزار یراق، اونجا رو ورود میکنی هزاران ایده هست. صنایع بسته‌بندی، تولید تخم مرغ، تجارت تخم مرغ. بعد اینا میدونی ایده ها که به شما میگم، مثلا شما الان یه محصول پیدا، ببینید تخم مرغ این تولید یه ایده است، خب تولید یه ایده است، تجارت یه ایده است، تجارت اینم یه ایده است. چند تا از این ایده های بکر رو نمیدونم چیزم که بخواین پیدا کنی، هر چی شما توی عطاریا میبینین توی اینا یه ایده است دیگه. ایده است تولید سیب، حالا بعضی تو تجارت سیبه، بعد ای که سیب نیست، یه شاسیبه 1 کیلو هست این فکر کنم. اینه که شما ولی باید بازار پیدا کنی، بگی آقا من کی دارم تولید میکنم. ببین مثلا این سس کنزو این دستگاهش خیلی خنده داره، خب یعنی اینا همه واقعا قابل اجراست. من نمیدونم جوونا دنبال چی هن، بسته‌بندی، گردو، هر چی بخواین. خیلی چیزه، خیلی کار زیاد مهمی، کار سختی نیست کشف ایده، ولی اجراش خیلی مهمه. خیلی چند میلیون ایده شد میدونی اینا. ولی من پیشنهادم اینه شما این مارشملو چی، مارشملو مثلا اینا همه خانگی میشه تولید کرد، صنعتی میشه تولید کرد. بیسکویت ها مثلا دستگاه خیلی خنده داره، متوجهی؟ البته دستگاهش اگه بخوای تولید صنعتی داشته باشه خیلی گرونه، البته گرونه هم میفکرم 250-300 میلیونه. اینا همش که اصلا شما برو کیلویی پاستیل بخر بیا تو بسته‌بندی خودت، اینا هم بده برات چاپ کنن بذار. اینا چیز نیست، اینجا ورود ممنوع. برای این البته شما رو نمیدونم. آره یه زمانی در مورد یادتونه چیپس تو ایران چجوری تولید میشد. الان اگه چیپس ها باشه خیلی فروشش بالاست، چون مثلا برای نسل ماها یه خاطراتی با چیپس داریم. من یه کارخونه‌اش یه بار رفتم، اصلا خنده‌دار بود. شاید تو این استا دیدین تو هند و اینا زیاد تولید میکنن از اون چیپس ها. یه چیز دیگه بزرگ گذاشتن رنده میکنن میریزن تو اونا، متوجهی؟ بعد قشنگ سرخش میکنن، طعمای مختلف هم میزنن. خوبی؟ تولید اینا سراغش نریم. بله دوستان گل، اینه که سعی کنین اگر میخواین هر کاری بکنین اولین اصولش تفکر درسته، فکرتون درست بکنین، بعد تلاش و کوشش و اینا دیگه سیستم چیزای بعدیه. خدمت شما عرض بکنم که پله های بعدیه که حتی کشف ایده، مطالعه رو ایده، اینا همه باید بر اساس خدمت شما عرض بکنم که یه برنامه ریزی باشه. اگر شما تو کارتون نظم نداشته باشین هیچ وقت کارتون پیش نخواهد رفت. نظم به شما وقت اضافه میده، به راحتی میتونین بسیار اوقات اضافتون رو پیدا بکنین، بتونین کارهای مهمتر بکنین. ممنون از شما، انشالله موفق باشین. باز اگه موردی بود به ذهنم رسید براتون میگم.